تاج روی سر رو تغییر بده به چیزی که از گلای قرمز ساخته شده. این خانم رو ببر زیر آب و مبل و دیوار رو هم حذف کن. این دوتا عکس رو ترکیب کن. همین. چقدر جزئیات بالایی داره. زمان روز بشود و تابش شدید خورشید. این مرد داره سگش رو بغل میکنه. پشمام. سلام دوستان، به استودیوی جیزم خوش اومدین. من مسیحم و امروز میخوایم یکی از ابزارهای خفن AI که تازه معرفی شده به نام نانو بنانا که مال گوگل هم هست رو بهتون معرفی بکنم و با هم دیگه بررسی کنیم و بهتون یاد بدم که چطوری کاملا رایگان ازش استفاده بکنید و حسابی کیف کنید. این موز نانو یا همون نانو بنانا در واقع یکی از ابزارهای ادیت عکسه که گوگل معرفی کرده به نام جمینای 2.5 فلش ایمیج پریویو. اصلی ترین ویژگیش اینه که جزئیات تصویر و چهره رو تغییر نمیده و فقط اون چیزی که ازش میخوایم رو انجام میده. مثلا میتونی یه کاراکتر بهش بدی، بگی لباسش رو تغییر بده، پترن رو تغییر بده، بندازه توی بک‌گراندهای مختلف، یا دو تا کاراکتر بدی که با هم دیگه توی یه عکس باشن توی یه جا، یا عکسای شخص رو بهش بدی و یه داستانی رو بهش بگی که بر اساس اون داستان اون شخص رو توی اون موقعیت، مثلا من رو بذاره توی نونوایی در حال نون پختن، یا توی آشپزخونه در حال آشپزی کردن مثلا، یا مکانیک شدم مثلا، یا مثلا منو ببره تو دهه‌های گذشته مثلا زمان شاه و اینا. حتی میتونی بهش یه کاراکتر انیمیشنی یا هر استایل دیگه‌ای معرفی بکنی، یعنی عکسشو بذاری و پوزهای مختلف، جسچرهای مختلف، زوایای مختلف اون عکس رو بهت بده و غول ادیت عکس دیگه. خلاصه هر چیزی، رنگ مو، دیتیل صورت، برداشتن کلاه، اضافه کردن مثلا گوشواره، هر چیز دیگه ای. خلاقیت واقعا دیگه محدودیت نداره و هر کاری بخوای میتونی بکنی. میتونی آبروی کلی آدمو ببری، میتونی از اون ور مفید باشی واسهشون و پیشنهاد من اینه که سوء استفاده نکنید و بچه خوبی باشید. میتونی موضوعات مختلف، بک‌گراندهای مختلف، کاراکترهای مختلف و خیلی قشنگ فقط با انقدر کد با هم دیگه ترکیب کنی. میتونی شرایط آب و هوایی رو عوض کنی یا مثلا تایم روز رو تغییر بدی، روز و شب کنی، شب و روز کنی، فقط با 4-5 تا کلمه. میتونی توش نوشته‌ها رو ادیت کنی به هر سبکی که بخوای و حال میکنی. میتونی بهش فضای خونت رو بدی و یه کالر پلت و بر اساس اون کالر پلت واسه دیزاین بکنه. میتونی پترن ها، طرح‌های دیوار، لباس و هر چیز دیگه خیلی راحت عوض بکنی. میتونی با استفاده از یه بلوپرینت، یه نقشه، یه سازه رو طراحی بکنه. اینجاش خیلی باحاله. میتونی کاراکتر بهش معرفی بکنی و یه داستان واسش تعریف کنی و بهش بگی که فریمای اون داستان رو در بیاره توی 8 قسمت، توی 12 قسمت، توی هر چند تا که دوست داری و بهت بده. و اینجوری میتونی استوری بورد قشنگ بسازی. واسه انیمیشن سازی و فیلم سازی فوق العاده است. قشنگ داریم به کجا میریم خدا داند. و بر اساس دیتاهایی که گوگل دیپ مایند گذاشته، خروجی خیلی بهتری نسبت به مدل های مشابه، بهینه‌تر و بهتر داره کار میکنه. همین مدل نانو بنانا یا همون موز نانویی یا جمینای 2.5 فلش ایمیج که بهش میگن قاتل فتوشاپ، میدجرنی و ابزارهای ادیت عکس. الان دیگه هر کاری میتونی راحت انجام بدی. میتونی تامنیل های یوتیوب تو راحت بسازی، طراحی کنی، اینو بذاری اونجا، اونو برداری و دنیای طراحی دیگه نیازی به بلد بودن فتوشاپ و ابزارهای تخصصی این شکلی نداره. دو تا راه وجود داره که میتونی ازش استفاده بکنی. اولیش پولیه، دومیش کاملا رایگان. توی راه اول باید اشتراک اکانت های وبسایت های فریپیک، هیکسفیلد، ادوبی فایرفلای یا خود گوگل ای آی رو تهیه بکنی که البته من خودم از راه کاملا رایگان و فری استفاده میکنم. والا خب چرا پول بدم؟ برای استفاده کاملا رایگان از نانو بنانا دو تا روش وجود داره. یکی اینکه از سرویس های خود گوگل استفاده بکنیم، از طریق گوگل جمینای یا گوگل ای آی استودیو میتونیم بریم. حواستون باشه که VPN باید امریکا باشه. میتونید از همین VPN استفاده بکنید، جنریتتون رو انجام بدید. مثلا من اینجا ازش خواستم که
منو کنار آنا دی آرماس بذاره وسط یه کافه که این شکلی درستش کرده واسم و میبینید که قیافه ها کاملا درستن و محیط کافه هم کاملا جذاب و درسته. خیلی کارا میشه کرد باش. مثلا من اینجا مثلا بهش گفتم لوگوی جیزامو بذار روی تیشرتم که گذاشته. روش دومی که وجود داره و کاملا رایگان و بدون محدودیت هستش استفاده از سایت LM آرنا. همونطور که میبینید من میرم توی سایت LM آرنا که اینجا هستش و باید VPN فعال باشه و این سایت بالا میاد. کانسپت این سایت بر اساس اینکه خب پرامپت میدی و بین مدل های مختلف بتل میکنه. ما نمیخوایم از بتلش استفاده کنیم، ما میریم سراغ دایرکت چت. اینجا بتل رو میزنیم و دایرکت چت رو انتخاب میکنیم و این گوشه ما عکس و جنریت ایمیج رو انتخاب بکنیم. اینجا مدل های مختلف جنریت ایمیج که همشون رایگانن رو میتونیم ببینیم. ما همین جمنای 2.5 فلش رو انتخاب میکنیم که همون نانو به نانو هستش و اینجا ازش میخوایم پرامپتمون رو بهش میدیم. ازش میخوایم که مثلا من رو بذار روی یک موزه بزرگ وسط جنگل. خب نکته‌ای که وجود داره، حالا من تا عکس رو آپلود میکنم، من از این عکس استفاده کردم. چرا؟ سایز عکس من به صورت افقیه، به خاطر اینکه شما هر خروجی که میخواین توی ورودی یا عکس رفرنسی که میدین همون سایز توی خروجی به شما میده و چون که من تو خروجی عکس افقی میخوام، اینجا عکس من عمودیه، میارمش تو کنوا سایز حالا لندسکیپ یا همون سایز افقی رو انتخاب میکنم و میذارم عکسمو اینجا و خروجی میگیرم. اینجا میزنم روی این که بره برای جنریت تصویرم. ببینیم چی بهمون میده. خیلی خوب، منو گذاشته روی یه موز گنده، حالا پوست موزم انداختیم و اینا و به نظرم قیافه تقریبا خیلی نزدیکه به خودم. آره خیلی نزدیکه به خودم و فوق‌العاده است. برای اینکه نتیجه بهتری بگیریم میتونیم بریم توی چت جی پی تی پرامپتمون رو بدیم بهش و حالا ازش بخوایم که عکسمون رو واسمون جنریت بکنه. اینجا میارمش. البته اینجا گفته خب portrait of user photo reference که در واقع همون عکس من هستش. حالا این دفعه این عکس رو میدم بهش که خروجیمون هم به صورت عمودی باشه. ببینیم این بار چی کار میکنه که حالا منو خیلی یه حالت بازی درست کرده ولی قیافه همونه، فقط انگار رفته تو حالت بازی. پورتریت درست کرده و میتونم حالا اینم مثلا بگیرم دانلودش کنم اینجا. اگرم دوست نداشتیمش میتونیم ریترای کنیم و عوضش کنه. اینجا بهش بگم که لوگو رو در بک‌گراند عکس روی بیلبورد شهر بذار. ببینیم این دفعه چی بهمون میده که دقیقاً چیزی که خواستم رو بهم داد. دقیقاً چیزی که میخواستم رو بهم داد و اون برعکس اومده اکسپند کرده و
یه بیلبورد با لوگوی جیزم گذاشته که فوق‌العاده است به نظرم. داریم به کجا میریم؟ قشنگ فتوشاپ دیگه کشته شد، فتوشاپ قاتلش اومد به قول معروف و توی نورپردازی ها ساخت چیزهای مختلف، اد کردن آبجکت های مختلف عکسمون به پورترمون، ساخت عکس های پروفایل و اینا خیلی کارو جمع میکنه دیگه، فوق العاده است. خیلی خوب، اینم از معرفی ابزار نانو بنانا که همون جمنای 2.5 فلش هستش و حسابی ترکونده، حسابی همه جا میتونید ببینیمش. چنل یوتیوب منو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا تکنیک‌های هوش مصنوعی مخصوصا ویدیوگرافی ها رو با من جلو بری و هر آپدیتی که میاد من اینجا توی چنلم میذارم و شما رو با خبر میکنم. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین و مخلصین. چاکس.